بچه ها من امروز با خودم گفتم چرا من انقدر فیلم ویدیو آموزش میذارم چرا یه چیزی تعریف نکنم. نال همون چیه NPC نمیدونم اسمش یادم نمیاد که مردم رو اذیت میکرده داخل چیا. حالا این چی هست تو نسخه خیلی قدیمی ماینکرافت وقتی چون منطقه لود نمیشده دوست ما لود نمیشده سیاه بوده هیچی معلوم نبوده یعنی در حد دیگه نمیشد ست تو بفهمی چیه اونجوری بود. اصلا شروع هم نشده وایسیم اینجا کسی نرون دیگه چیکار کنیم. آها این که ستش لود نمیشده این مردم که ستشون لود نبوده روب میکردن و اینجور چیزا. این مردم مطمئنن یه مرضی داشتن. ناچ این چیزا رو تو بخش زنده یه نفر دیده که در واقع میاد خود پلیر رو اذیتش میکنه. خواست درسی بده که یعنی ما نخواهیم بگیم میتونم این زامبیه رو چوب ببخشید شوخی بیرفتی بود برم اینجور پلیر رو نرن خونه چیا رو نابود کنن ویلیجر رو نابود کنن چون ویلیجر رو باسه این در خونه هاشون زحمت کشیدن بیان از وسایلشون استفاده کنن. من چون خود ناچم هم اینجوری بوده برای نسخه خود اینجوری گرده حتی واسه نسخه گوشی هم آورده بوده یعنی اینقدر ناچ بیرحم بوده که واسه نسخه آتاری هم آورده. اون موقع آتاری فکر کنم چی داشت ماینکرافت داشت. بعد اینه دیگه خلاصه برای چی بوده ناچ که این نسخ خدافظی شما بای تا یه داستان دیگه و هیرو براین دیگه خدا نگهدار.